سلام علیکم، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به چنل مستم صبوری. خیلی خوشحالم که اینجا میبینمتون و مطمئن باش هیچ اتفاقی تو این دنیا اتفاق نمیفته. مخصوصا حضور تو اینجا ربط مستقیمی داره به تک تک خواستات. من مستم صبوری قراره که بهت یاد بدم و بهت بگم که چی باعث میشه یک انسان رویاش رو زندگی کنه. همه رویا دارن، همه خواسته دارن، ولی یه تعداد تجربهش میکنن. و چی باعث شد؟ کدوم تمرین باعث شد من رویام به واقعیت تبدیل شد؟ من خودم بهتون معرفی کنم که از چه جایگاهی به چه جایگاهی رسیدم و دوست دارم که شما باور کنید که هر چیزی که در ذهن شماست رویای شماست و اون نقشه‌ای که خداوند در ذهن شما ایجاد کرده به خاطری که بهش برسید. اون رویا باید به واقعیت تبدیل بشه. اون رویا مال شماست، اون برای شماست و برای شما اومده. پس اونو تا زمانی که تجربهش نکردید باید تمام تلاشتو بکنید بهش برسید. کار سختی قرار نیست انجامش بدید، چون بحث فقط خود من نیست. بحث جهان هستیه و قانونهایی که توی جهان هستی هست. یعنی دو تا سهمی که من باید انجامش بدم و سهمی که تو باید انجامش بدی یا جهان هستی باید انجامش بده. سهمی که من انجامش میدم میره جلو، یه قدم من میرم، یه قدم جهان هستی میاد. آدم‌هایی که آگاه نیستن سعی میکنن تمام کارشون رو خودشون انجام بدن و این باعث میشه که تو کار قانون جهان هستی دخالت میکنن و مانع‌ها ایجاد میشن. اینجای به خاطری که قانون‌ها رو یاد بگیریم. من یه مقدار از خودم بهتون میگم و آخر این جلسه دوست دارم یه تمرین خیلی خفنی بهتون بدم که رویات زنده بشه، دیده بشه، گسترش پیدا کنه، راهش پیدا کنه، بهت انگیزه بده، تصویر بهت داده بشه، تخیل بهت داده بشه، خود به خود، نه اینکه هوشمندانه بهت یادآوری کنم ساعتت کوک کنی بری اون لحظه ها فقط تخیل کنی، تصویر سازی کنی. میخوام که خود به خود این در تو بجوشه تصویر سازی. اوکی؟ آماده ای؟ بزن بریم. مستم صبوری یه پسری بود که توی کارگری بزرگ شده بود و داشت گچکاری میکرد توی شهر همدان تو پایین ترین منطقه و داشت به سختی کار میکرد و تلاش میکرد و هر کاری که شما بگید جز خلاف من انجام دادم. از 9 سالگی شروع کردم به کار کردن چون رویای بزرگ شدن رو دوست داشتم. رویای این که داشته باشم رو دوست داشتم. من تا یه جایی فقط تشویق میکردم، باریکلا فلانی، آفرین فلانی. بعد از این مدتی دیدم چرا فقط فلانی؟ به خودم گفتم چرا فقط همش فلانی؟ چرا ماشاءالله ماشاءالله فلانی؟ چرا باریکلا فلانی؟ پس خودم چی؟ خودم این وسط چی کارم؟ مگه ما قرار نیست بازی کنیم؟ پس منم باید بازی کنم. منم باید بازی رو یاد بگیرم. ببین از یه جایی شروع شد. از کجا؟ از لحظه‌ای که تو شروع می‌کنی به بزرگ فکر کردن. از جایی که من توی شرایطی بودم به شدت داغون توی 18 سالگی توی تهران، توی پاسداران، توی ساختمون داشتم کارگری می‌کردم، برای اوستای گچ می‌ساختم. بعد یه پرادوی خیلی خوشگلی دیدم جلوی در پارک شده بود. من اون لحظه دلم خواست که این حرفو بزنم. اوستا نگاه کن چه ماشین خوشگلی. منم یه روزی از این ماشینا میخرم. درسته اوستا برگشت یه حرف دیگه ای زد. گفت چشم دلتو باز کن عزیزم. ما اوستای توییم، داریم پژو سوار میشیم، پرای سوار میشیم. تو یه چیزی میخوای که اندازه دهنت نیست، لقمه رو اندازه دهنت بردار. گفتم حالا نگاه کن ببین. من اگر اینو تجربهش نکردم، من اگر اینو نخریدم، هر چی دوست داشتی بگو. از اون شب به بعد نه به خاطر احساس میکنم به خاطر اینکه بهش ثابت کنم که میشه، هر شب داشتم به این موضوع فکر میکردم. به چی؟ به اون رویاه، به اون ماشینه. از اونجا بزرگ شد. از اونجا رویای من شکل گرفت. رویای شما یه ماکتی بیشتر نیست. اولش هیچ روحی نداره. یک فکری بیشتر نیست. این که اون چجوری زنده میشه میاد تو زندگی تو یا تو میری تو زندگی اون تجربهش میکنی، این انرژیه که تو از انرژی خودت روش متمرکز میشی، به اونجا روح میدی، حیات میدی، بقا میدی و اون زنده میشه و برای اینکه تو رو به دست بیاره تمام تلاشش رو میکنه. بچه من در مورد قانون جاذبه چیزی بهتون بگم، اینو قشنگ بدونید. هر چیزی که روح دارد خواسته شما چیست؟ خواسته شما اگر انسانه، چیزی که روح دارد یا حیوان است یا هر چیزی که روح دارد، خب اون میاد تو زندگی شما چون همانندها همدیگر رو جذب میکنن. متوجهی؟ چیزایی که شما چیز خواستت اگر روح دارد، اگر کسی است، فردی کسی خاصی است، دوستت، رفیقت یا حیوان روح داشته باشه، اونو میکشی میاری تو زندگی تو خودت. ولی اگر خواستت اجسامه، مثل محیط، مثل شهر، مثل مکان که روح ندارد، اون شما رو میکشه سمت خودش. اون نمیاد اینجا. هیچ وقت فرانسه نمیاد تهران. هیچ وقت
آبشار نیاگارا نمیاد مثلا همدان، هیچ وقت. من هر چقدر بشینم با تمرکز فکر کنم هیچ وقت اون نمیاد، ولی من میتونم برم اونجا. پس اون فرکانس میزنه، راه باز میکنه، منو از طریقها، از عوامل، آدمها، شرایط، موقعیت، رفتارها، گفتارها، شرایطی ایجاد میشه که من میرم اونو تجربهش میکنم. پس اینو حواستون باشه. اگر خواستت پول نمیاد تو زندگی، تو میری تو زندگی اون ایده میاره. پس چشم گوشتو باید باز کنی. اول انتخاب کن ببین هدفت چیه. اگر هدفت روح ندارد، باید چشم گوشتو باز کنی، ایده ها میاد، به شرطی که شما بهش فکر کنید. به میزانی که بهش فکر میکنید، توجه میکنید، در موردش مینویسید، سناریو نویسی میکنید، تصویر سازی میکنید، تخیل میکنید، اون داره از انرژی تو، یه سهم از انرژی تو داده میشه به اون و اون داره بزرگ و بزرگتر میشه. باید به یه اندازه‌ای باشه که اون زورش برسه، عوامل رو برای تو ایجاد کنه که تو بری سمتش. متوجهی؟ پس روز اول نخواه که من به محضی که فکر کردم اتفاق افتاد. نه، اولش یه شوخی بود ولی شوخی جدی شد. اولش یه پرادو بود، اولش یه تصویر بود، اولش یه حس بود، یه علاقه بود. به محضی که شروع کردم رفتم بیرون، میرفتم خرید میکردم. اون موقع من توی اون جمعی که اونجا کارگر بودیم، من آشپزشون بودم، پس خریدا دست من بود. هر روز که میرفتم سنگک بخرم یا بربری بخرم یا وسایلی بخرم، تو مسیرم به محضی که حس میکردم اون ماشین رو تو ذهن خودم آورده بودم، همش پرادو میدیدم تو اون منطقه. دقت کردید وقتی شما یه چیز رو انتخاب میکنید، میخواید برید بخرید، تو دیوار سرچش میکنید، یه چند روزی درگیرش میشید، توی خیابون زیاد ازش میبینید. اون جهان اصلی اینجوری نیست که بگه نه فلانی داره در مورد مثلا BMW خیلی داره فکر میکنه، ما BMW زیاد تولید کنیم. BMW زیاد تولید نمیشه. همانندها همدیگر رو جذب میکنن. جهان هستی به تو میگه تو داری در مورد این موضوع خیلی فکر میکنی، یا من بهت ثابت میکنم که هست، وجود داره. متوجهی؟ پس اگر این نشونه هست، بدونید داستان چجوریه. من به محضی که فکر کردم، آروم آروم علاقش ایجاد شد. به محضی که علاقش ایجاد شد، زیاد میدیدم. زیاد که میدیدم تایید میکردم که هست، وجود دارد. تو چی؟ زمانی که من کارگر یک گچکاری بودم، زمانی که اصلا برای هر کسی میخواستم تعریف کنم میخندید، مسخره میکرد. برای همین اصلا انرژیمو صرف کسی نمیکردم که بهش قانعش کنن که نه، من یه روزی از این ماشین خفنه میخرم، یه روزی شرایط من بهتر میشه. چون اونا چیزی میدیدن که داشتن تجربه میکردن. اونا تا آخر عمرشون خودشون رو کارگر دیده بودن. ولی یه بنده خدایی هست، یه جمله هست که میگه سرباز فریاد زد من یه روزی پادشاه خواهم شد. همه خندیدن جز پادشاه. من اونجا به خودم ثابت کردم، گفتم من یه روزی آدم بزرگی میشم، من یه روزی تجربهش میکنم. بعد به محضی که گفتم، آروم آروم دیدم، شنیدم موقعیت ها رو، شرایط ها رو که منو بردم توی مسیری که من آگاهیم بره بالا. ایده اومد، فرصت اومد، آدم ها اومدن منو بکشم بالا که من از طریق اون وارد یک کار دیگه شدم. ولی اون آدم‌هایی که در کنار من بودن همچنان اونجا بودن. اونا تغییر نکردن، چون اونا نخواستن تغییر کنن. اونا خواستن همچنان همونو تکرار کنن. بچه‌ها، آدم‌ها از 1 تا 7 سالگی یه بار زندگی میکنن، بقیه رو تا 70 سالگی تکرار میکنن، چون قبول میکنن همینه تا تهش هم همینو بریم. گذشتمون هم همین بوده، پس تغییراتی قرار نیست اتفاق بیفته. ولی من باور داشتم تو هر خانواده یکی از اعضای خانواده یه جور دیگه زندگی میکنه، یه جور دیگه فکر میکنه و مسیر پول درآوردن، مسیر رشد رو به کل خانواده یاد میده. اون یه نفر اگر ایمان داری، تویی اینجایی، پس با تمام وجودت گوش بده. به محضی که من بزرگ فکر کردم، علاقه من ایجاد شد به ماشین‌های خفن. همش میدیدم، تایید میکردم. به میزانی که من تایید میکردم یعنی وجود دارد، هست. به میزانی که میگفتم هست یعنی لیاقت خودم و ارزش خودم داشتم میبردم بالا. بعد سال به سال شغل‌هایی به من معرفی میشد که من باورهام داشت قوی‌تر میشد که توی شهر خودم آدم‌های پولدار زیادی هست. بعد پول چقدر خوبه، ماشین خوب چقدر خوبه، شرایط چقدر خوبه. من توی شرایط بزرگ شده بودم که نسبتاً پایین بود و وقتی توی یک شرایطی هستی که نسبتاً پایینه،
آنهایی که اونجا هستن، نصیحت‌هایی که میکنن، تعریف‌هایی که میکنن، مطمئنا تعریف‌های خوبی در مورد ثروتمندان نمیکنن. باورهای خوبی بهت نمیدن. باورهای خوبی بهت نمیدن. من نیاز داشتم، اگر من میخواستم به جایگاه بالاتر برسم، من نیاز داشتم چیو؟ من نیاز داشتم که تعریف‌های خوبی داشته باشم. بچه شما فرض کنید توی مدرسه هستید، بعد تنبل کلاس هستید. من خودم جز تنبل‌ترینای مدرسه بودم. فرض کنید اونجا شما شاگرد زرنگا رو مسخره میکنید، درسته؟ من اینجوری بودم دیگه، ما بازیگوش بودیم، شاگرد زرنگا رو مسخره میکردیم، همش چند تا صفت‌های بد استفاده میکردیم و اینا، نمیخواستیم قبول کنیم درس خوندن شدت بالای اونو و همش زیر سوال میبردیم. بعد از این مدتی خب من سعی میکردم که جز نفرات اول باشم. درون من مخالفت میکرد، میگفت تو اگر برسی اول بشی مسخرت میکنن. مگه نکردی؟ من شاهد تو بودم که تو مسخره میکردی، من نمیذارم تو مسخره بشی. درون من مخالف رشد من بود. وقتی یه آدم پولدار رو تصور کن، فقیرها فقط تو پولدارا رو میزنن، سرزنش میکنن، مقایسش میکنن، اذیت مسخرش میکنن، پیش تو حست نسبت به پولدارا بد میشه. میگی من نه، میثاق میبندی. خدای من نمیخوام پولدار بشم. اگه پولدار بشم پشت سرم زیاد حرف میزنن. اگه پولدار بشم دخترم فلان کاره میشه. اگه پولدار بشم از تو دور میشم، از خدا دور میشم. نمیخوام تو رو از دست بدم. اگه پولدار بشم من جهنم رو تصور میکنم یا تجربه میکنم. من نمیخوام تا جهنم پس من همینو میمونم. خدای به من پول نده. خدای اگر میبینی من لیاقتشو دارم بده. دعاهاتونو نگاه کردید؟ گوش کن. خدای اگر من لیاقتشو دارم بده. یعنی الان ندارم، نده. وقتی خواستت با چیزی که باور کردی در تضاد باشه، اون چیزی که باور کردی قوی تر از چیزی که میخوای. گوش بده یه بار دیگه. وقتی چیزی که میخوای با چیزی که قبول کردی در تضاد باشن، یکی نباشن، اونی که قبول کردی برنده است، چون اون تجربه زیادی داره، اون سند زیادی در درونت داره، اون 97% ناخودآگاهته و اجازه رشد بهت نمیده. من به محضی که رویام رو شروع کردم قبول کردم که هست، در مورد رویام با هیچ کسی صحبت نمی کردم. فقط چیکار میکردم؟ سعی میکردم خودم رو بهش نزدیک کنم. سعی میکردم به هر طریقی خودم رو بهش نزدیک کنم. خدا میدونی چی گفت؟ گفت نگو چی میخوای، نشون بده که چی میخوای. با قدمات منو ببر اونجا، به من نشون بده که تو لیاقت اینو داری. آدم ها میگن ما میخوایم ثروتمند باشیم، ما اون ماشین رو میخوایم، ولی جرئت ندارن که برن یه ماشین رو لمسش کنن. اگر نمیری، اگر یه کسی جلوی تو رو میگیره، اون کیه که جلوی تو رو میگیره؟ دقیقاً درد همونجاست. اون نمیخواد تو تجربه کنی، تو باید بری کجا؟ چیزی که میخوای رو به خدا ثابت کن من میخوامش. من به نظر من خواسته ها مثل اسب میمونه، احساس دارن. اسب اگر به فهم صاحبش یا کسی که میخواد سوار بشه ترسوه، میترسه، سوارش نمیکنه. از اون فرکانسش میفهمه، از اون عرقی که طرف ترسی که داره اسب میفهمه. خواسته های شما اگر بفهمن شما لیاقتشو ندارید، تمام تلاششون رو میکنن نیان. کاری نمیکنن که شما برید تو مسیرشون قرار بگیرید. ولی اگر من برم ذوقمو نشون بدم، هر بار برم ملاقات کنم، کیو دارم با خودم میبرم که نشونش بدم من اینو میخوام؟ خدا رو دارم با خودم میبرم. مگه خدا نگفت من از روح خود در تو دمیدم؟ یعنی حضور داره، تو وجود من نشسته، حضور داره. آقا من بردم خدا رو نشون دادم، گفتم من اینو میخوام. من مصطفی صبوری نشون دادم به خدا همین الان جایی که هستم رو. چند سال پیش با پاهای خودم با وانتم می اومدم تهران، تو پارک وی، زیر پل پارک وی پارک میکردم توی کوچه ها، فقط اونجا نشون میدادم، میگفتم این ماشین چقدر خفنه، خدا رو شکر چقدر زیاده، خدا این منطقه رو میخوام، خدا من میخوام اینجا زندگی کنم. خدا برای چیزی که تو میخوای پارتی بازی نمیکنه. خدا تو رو میسازد. از این جایگاه که میخوای به این جایگاه برسی، خدا تو رو میسازه برای این جایگاه، میسازد. از اینجا بر نمیداره به بذاره اینجا. این کارو نمیکنه، پارتی بازی نمیکنه. پس اگر الان توی شرایطی هستی که میبینی نابسامان خوب نیست، جالب نیست، قشنگ نیست، تو رو خدا مقصر خدا نیست. من
باید به خودت بگی من نخواستم که اینجا باشم. بچه‌ها ما چیزی به عنوان نمیتونم نداریم. بزرگترین دروغ دنیا نمیتونمه و حقیقت دنیا نمیخواهمه. هر کسی میگه که نه نمیشه، نمیخواد، وگرنه تواناست. چرا؟ به خاطری که قدرتی در درونش هست، روح قدرتمندی در درونش هست که تواناست. مگه خدا نگفت من تو رو شبیه خودم آفریدم؟ بدون این اصله، این کد اصلیه که داره به تو میفهمونه آقا تو شبیه منی، من دنیا رو با این عظمتش خلق کردم، پس تو هم میتونی زندگی رو به سلیقه خودت خلق کنی با قانونهایی که بهت دادم، چون قدرتم در درون تو هست. هم اراده بهت دادم، هم اختیار آزاد بهت دادم. شما فقط باید چیکار کنی؟ از یه جایی به بعد وقتی درخواست کردی ثابت کنی، ایمانتو نشون بدی آقا من اینو میخوام ازت. وقتی میگی میخوام، باید تو رفتارت دیده بشه آدمی که لیاقت داشتن اونو داره. چجوری من میتونم ثابت کنم که آقا من لیاقت اونو دارم؟ تو رفتارم با خودم. یا آدمی که توی منطقه پایین شرایطش بحرانیه، حالش بد نمیشه وقتی باور داره که 2 سال دیگه جایگاهش بالاست. من وضعیت داغون بود ولی از درون ثروتمند بودم. یعنی چی؟ وضعیت داشت داغون بود، هر کس نگاه میکرد میگفت نمیمیری با این وضعیتت، ولی من داشتم جای دیگه سیر میکردم. من 2 سال دیگه داشتم سیر میکردم. کجام؟ من داشتم فیلمی که ساخته بودم رو داشتم تصویر میدادم، صدا میدادم، ادیت میزدم، خروجی میگرفتم، حس خوب به من میداد. فکر کن یک کارگردانیه که فقط بهش یک نویسنده یک داستانی رو بهش میده، میگه خودت اینو فیلمش کن. کارگردان باید بهش آب و تاب بده، باید نقش ایجاد کنه، باید صدا تولید کنه، باید ادیت بزنه، باید فیلمبرداری کنه، یه خروجی بگیره، تحویل بده. 0 تا 100ش خودتی، انتخابش خودتی، رنگ و آب دادنش خودتی، حس ایجاد کردن خودتی. آقا کسی که این دیوانگیست به دید دیگران، این حرکتی که من انجام میدادم دیوانگیست، ولی من دیوانه اون بودم. به نظر دیگران دیوانه‌ای، ولی دیوانگی عالمی دارد. به نظر دیگران الان برید توی جامعه‌ای که یه نفر پیکان داره، پیکان وانت داره، توی پیکان وانتش اجازه نمیده کسی تخمه بخوره. نشون دهنده چیه؟ کسی اجازه نداره اون ماشینشو وانت صدا کنه. بنز 2 در صدا میکرد، اسمش هم گذاشته بود بنز 2 در. تمیزترین ماشین شهر من بود. خب این نشون دهنده چیه؟ اونو اونجوری نگاه نمیکنه، اون داره به یه چیز دیگه نگاه میکنه، احساس اون بالا رو داره اونجا خرج میکنه. ولی وقتی یه نفر، من زیاد بالا اسنپ میرم اینور اونور، یه نفر میگفت نه من خدا رو خیلی قبول دارم. گفتم اگر داشتی استفاده میکردی از نعمتی که بهت داده. نه من استفاده میکنم. گفتم شیشه ماشینی تو به زور میتونی جلو رو ببینی، تو 5 ثانیه وقت نذاشتی یه دستمال بکشی. این یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام چیزی که به من دادی رو، یعنی ناشکرم، نمیخوام. شکرگزاری نیست که من بگم خدایا شکرت. این خدایا شکرت به زبان فارسی میشه خدایا شکرت، به زبان یه کشور دیگه شاید توهین باشه. حس یعنی شاکر بودن. وقتی من از خودم راضیم یعنی شاکرم. من شروع کردم گفتم خدایا اگر تو قراره چیزی به من بدی، اینقدرشو اول به من دادی، سلامتی اینقدرشو دادی، پس من باید اینقدرشو قدر بدونم. بابا قدرشو بدونم که گسترش پیدا کنه. این از شکرگزاری. هر چی که به من دادی، پول میخوام خدایا اینقدرشو داده بود. من 100 میلیارد نداشتم، 10 میلیارد نداشتم، 1 میلیارد نداشتم، 1 میلیون که داشتم. این 1 میلیون هنر من بود که با اون 1 میلیون حالم رو خوب نگه دارم. من چهره خاصترین چهره رو نداده بود، ولی چهره رو داده بود. من باید یه جوری نگاه میکردم که حسم به این چهرم خوب باشد. همین کارا رو کردم. وقتی شما حستون نسبت به خودتون خوب میشه، اتفاقی که براتون میفته اینه که از خودتون خوشتون میاد. وقتی از خودت خوشت میاد، دنیا از تو خوشش میاد. دنیا آینه است. نخواه آینه ها رو تغییر بدید، آینه تغییر نمیکنه. تو وقتی از خودت خوشت میاد، اتفاقی که برات میفته ایده میاد.
چون جهان یه جایی ثابت هدایتت میکنه که آدم‌های اونجا هم از تو خوششون میاد. وقتی از خودت بدت میاد، اتفاقی که میفته یه جایی هدایت میشی که همه پست میزنن، هیچکی دوستت نخواهد داشت. انقدر نگو فلانی اومد سو استفاده کرد، بهمانی اومد دیگه حالم بد شد، فلانی اومد سو استفاده کرد، بهمانی منو پس زد، فلانی دیگه نمیاد، من دیگه نمیخوام اصلا وارد رابطه بشم. نه این کارو نکن. تو با خودت مشکل داری، تو در درونت آشوبه. اگه درونتو بنازیم روی مانیتور چی میبینیم؟ تو رو خدا به من بگو اون لحظه‌ای که تو تنها هستی به چی فکر میکنی؟ به رویات؟ الان تو دل رویاهات داری زندگی میکنی؟ مطمئنم که نه. اگر تو دل رویاهات نیستی، اونقدری که باید وقت نذاشتی، وگرنه نه خدا نه کائنات دشمن تو نیستن. پدرکشتگی هم با تو ندارن که به تو ندن. دنیا به اندازه بیش از آدم‌ها فراوانی وجود داره. همه منتظرن، کائنات منتظره که کی احساس لیاقت میکنه بهش بدید. چون تو اگر به خواستت برسی، خدا به خواستش میرسه. خواسته خدا اینه که دنیاشو رشد بده و تو با رشد کردن خودت به دنیا داری کمک میکنی که رشد بیشتری داشته باشه، شرایط بهتر بشه. تو وقتی رشد میکنی این اتفاق میفته. پس هم خدا هم کائنات هم تمام جهان هستی دارن کمکت میکنن که تو زودتر برسی. پس بیدار شو، رویاتو باور داشته باش. اگر اینجایی بهت قول میدم، اگر تمام تمریناتی که من بهت میگم رو انجام بدی، تو بدون هیچ چیزی به راحتی و به آسونی و عزتمندانه رویاهاتو تجربه میکنی. اینا حاضرم قسم بخورم و پای تک تک رویاهای شما امضا کنم. اگر برای من شده، برای تک تک شما اتفاق میفته. فقط رویاتو باور داشته باش. یعنی چی؟ آقا من رویامو باور دارم. تو رفتارت نشون بده که داریش. همین الان چقدر دوست داری پول داشته باشی؟ اگر همین الان بهت بگم داریش، بهت بدمش، چه احساسی دست میده؟ آقا به دروغ احساس کنم؟ آره به دروغ. fake it to make it. الکی احساسش کن. اولش شوخیه، بعدش شوخی جدی میشه. اولش هیچکی باور نداره، ولی بعد از این مدتی تمام سلولات باور میکنن. چون اونا ناخودآگاهت خنگه، نمیتونه باور کنه که تو واقعا داری یا واقعا نداری. شما یه فیلمی نگاه میکنی، فیلم ترسناک نگاه میکنی، میدونی فیلمه، میدونی پشتش کارگردان داره، میدونی تهیه کننده داره، میدونی تخیلیه، میدونی واقعیت نداره، میدونی فیلمه، ولی فردا شب که تنها میشی میترسی. چرا میترسی؟ مگه نمیدونستی فیلمه؟ اون نمیدونست که فیلمه. اون تمام اختیارشو داده بود دست چشمای تو. میگفت صاحبم، فرماندم که داره نگاه میکنه، پس این واقعیت دارد. وقتی شما به ماشین، به رویا، به خونه، به سبک زندگیت، به پیشرفتت وقتی خیره میشی، وقتی خودتو بالا میبینی، این نمیتونه تشخیص بده که بابا دروغه، بابا الکیه، باورش نکن. به محضی که زیاد تکرارش کنی، اتفاقی که میفته احساس تولید میشه. احساس که تولید بشه، میبینی آدم‌ها، شرایط، گفتگوها، رفتارها، شرایط، موقعیت، همه اینا دست به دست همدیگه دادن، سرباز شدن که تو رو با اون رویات برسونن. اونم چی؟ به سختی؟ نه، به آسون ترین روش ممکن. این ایده هاست، راه هاست. کی بهت میده؟ درونت. چجوری بهت میده؟ زمانی که ببینه تو واقعا اشتیاق رسیدن رو داری، اشتیاق داشتنش رو داری. زمانی که میفهمه، میگه ببین این الان کودکت، درونت، پروفسور کوچولو، حالا بعدا در مورد کودک صحبت میکنم که یه موضوع بسیار بسیار مهم و حساسیه که باید در موردش بدونی. پس منتظر ویدیوی بعدی باشید. درونت میگه این الان میتونست بره تو حاشیه، ولی عکس ماشینش رو آورده داره بهش میپردازه. شما وقتی با چشمای خودت، به اختیار خودت، به موضوعی مثل هدف، رویا، خواسته توجه میکنی، فکر میکنی، در موردش مینویسی، میری لمسش میکنی، داری ایمانتو نشون میدی، ایمان فعالتو که خدایا من باور دارم که میشود. این سهم توه. چجوری سهم جهانه. هیچ وقت به چجوریش فکر نکن، میفتی تو چاله ها. بزرگترین چاله شیطان میدونی چیه؟ چجوری میخواد بشه، چجوری پای تو نیست. همه این مسیر رو من بهت یاد میدم و ازت میخوام که یه رویا داشته باشی. رویاتو بنویسی. چی میخوای داشته باشی؟ فکر کن جهان هستی یک کاتالوگه.
بهت میگه هر چی که میخوای، هر مسافرتی که میخوای، فقط به هیچ جورش فکر نکن که از کجا میخواد بیاد. فقط تو وظیفه داری انتخاب کنی. انتخاب کن قشنگ همه رو، عکس یا فیلمشو تهیه کن. فیلم بهترین احساس رو میده. بچه‌ها نگاه کنین، شما اگه تو زندگیتون یه دونه عکس از گذشته بهتون نشون بدن، احساست درگیر میشه، یا یه دونه فیلم. اگر عکس ببینی زیاد حست درگیر میشه، یا یه دونه فیلم 2 دقیقه‌ای ببینی از خودت. 2 دقیقه داری یه مشت توجه میکنی، 2 دقیقه داری وقت اصل موضوع رو که به ذهنت میفهمونی آقا مهمترین موضوع الان، در اولویت ترین موضوع الان این فیلم است، خاطرات گذشتم داری نگاه میکنی. عکس یه لحظه میزنی و میره تمام، ولی فیلم درگیرت میکنه. راندابل گفت اگر کسی بتواند یک رویا رو 67 ثانیه تو ذهنش داشته باشد، یه صدایی در زنگ کائنات به صدا در میان که این میخواد تجربه کنه. اگر بتوانی یعنی چی؟ یعنی 67 ثانیه بتونی چشماتو، گوشاتو، انرژیتو، تمام توجهتو درگیر خواستت بکنی، زنگ جهان هستی به صدا در میاد. میدونی یعنی چی؟ میدونی چی گفته؟ اونجا نتونستی این حرف رو بزنه، ولی من تونستم اینو درکش کنم. آقا اگر میگه 67 ثانیه، پس من باید یه فیلمی از خواستم به دست بیارم که حداقل 67 ثانیه باشه، هر شب این فیلم خواستم رو نگاه کنم. 67 ثانیه فقط نگاه کنم. 67 ثانیه فقط من اینو نگاه کنم، توجهم درگیر این فیلمه باشه. من BMW رو چجوری خریدم؟ من BMW اومدم حساب کتاب کردم سرانگشتی، گفتم چند ماه دیگه میخرمش، چرتکه انداختم. ولی وقتی فیلمش رو رفتم آوردم نگاه کردم، هر شب 10 بار پلی میکردم، 56 ثانیه بود. وقتی 10 بار نگاه میکردم یعنی 6 بار 67 ثانیه رو ردش میکردم. بچه بعد از یه مدتی RAS مغز من فعال شد، داشت دیوونم میکرد. ببین صبح که بیدار میشدم زیر دوش تا آخر شب فقط ایده به من میداد. اون بیشتر از من ذوق داشت زودتر برسه. اون چیزی که من تصور میکردم بعد از چند ماه دیگه بود، ولی من بعد از چند هفته خریدمش. از لحظه که انتخاب کردم تا لحظه که خریدمش 22 روز طول کشید. ولی تو ذهن منطق خودم میگفت چند ماه دیگه به دست میاری، ولی اون داشت کار خودش رو میکرد. کی؟ همون RAS در مغزتون که در مورد این موضوع هم خیلی موضوع مهمیه که باید بهش بپردازید. یه موضوع اساسیه که باید حتما در موردش بدونید. خب صحبت میکنم و میخوام بهتون بگم که خواستت چیه. رویاتو باور داشته باش، فیلمشو تهیه کن، فیلمشو در حد 67 ثانیه باشه، هر چیزی که میتونه باشه. من میگم همه رو بنویس ولی به یکیش تمرکز کن. ماشین، خونه، ازدواج، هر چیزی به یکیش توجه کن. یه فیلمی تهیه کن ازش. حالا اگر ماشین برو فیلمشو بگیر، اگر مسافرت دانلود کن فیلمشو، هر چیزی که هست. شبا قبل از خواب فقط یک بار اون فیلمو حداقل 67 ثانیه یه بار نگاش کن. به مدت 21 روز هر شب نگاش کن. این ویدیو رو اگر میخوای درکش کنی، ببین قانون یادگیری اینجوریه. یه بار از اول تا آخر نگاه کن، هیچی یادداشت برداری نکن. دفعه دوم بیا نگاه کن همراه با یادداشت برداری. دفعه سوم بیا چیزی که داری یادداشت برداری کردی رو بازم مرور کن، ولی هر ایده ای اومد وسطش، چون ایده برات میاد، چون هر باری که نگاه میکنی انگار آلودگی‌ها دارن کنار میرن، مثل ماشین لباسشویی کار میکنه. هر بار که گوش میکنی یه چیز جدیدتر دریافت میکنی. حداقل 3 بار باید گوش کنی، حد اکثر 10 بار باید گوش کنی. خب گوش کن، تمرینش انجام بده و اینو بدون اگر تمرینش انجام بدی انجام میشه، انجام ندی انجام نمیشه. من تمام تمرینایی که هر روز دارم انجام میدم و رویاهایی که دارم رو بهت یاد میدم. من از صفر به اینجا رسیدم، از اینجا دارم به بالاتر فکر میکنم دارم میرم. تو مسیر هر اتفاقی بیفته به در جریانت میذارم. اینجا فقط حضورتو میخواد، هیچ چیزی نمیخواد، فقط حضورتو. هر چی که بلدم رو در اختیارت میذارم، فقط انجامش بده. اوکی؟ دوستتون دارم، مرسی که گوش میکنید و دوست دارم کامنتاری که برام میذارید رو خودم برام بخونم، چون میخوام ببینم چه نتیجه گرفتی. هر کسی که نتیجه خفنی بگیره، یعنی بتونه با نگرشی که داره
کامنت خفن بذاره، کامنتش پین باشه، پیش من یک مشاوره طلب داره. حتما سابسکرایب یادتون نره، برای دوستانتون به اشتراک بذارید، چون من تازه ورود پیدا کردم به یوتیوب و هر کاری که شما میکنید انگیزه زیادی به من میده که دفعات بعدی ویدیوهای خیلی با کیفیت براتون بگیرم. دوستتون دارم، خدا نگهدار.